سلام، خوش اومدین. خوش اومدین دوستان، سلام. خب داره اینستاگرام به بچه ها میگه که من لایف شدم. بچه هایی که تا الان جوین شدین، ما میخواییم هفته سوم ورکشاپ رو لایوش رو انجام بدیم. این هفته تمرینام متفاوته و حتما من این ویدیو رو توی یوتیوب پست میکنم مثل ویدیوهای قبلی ورکشاپ. خیلی خوش اومدین بچه ها. ببخشین که من بیخبر اومدم لایو، چون همتون میدونین توی خونه داریم یه مقدار کانستراکشن و رینوویشن و اینا انجام میدیم. خیلی وضعیتمون همچین ثابت نیست، برای همین نمیتونستم با پلن قبلی بیام، نمیدونستم چه تایمی میتونم بیام و واسه همین دیگه تا جور شد یهو اومدم. خب خیلی خوش اومدین بچه ها. من دیگه شروع میکنم و این ویدیو پست میشه توی یوتیوب. اطلاع رسانی هم میکنم، یعنی اصلا نگران نباشین، فقط اگه میتونین اطلاع بدین. این سومین ویدیوی لایو برای ورکشاپ تغییره. اسم این ورکشاپ اکشن پلن 30 روزه هست که من خودم 2 سال زمان برد که تونستم انجام بدم و بفهمم که چی میخوام و چطوری میخوام یه تغییری توی زندگی خودم بدم. و اون تمریناتی که 2 سال برای خودم طول کشید تا انجام بدم، اومدم اینجا توی یه اکشن پلن 30 روزه کنار هم دیگه گذاشتم و با کسایی که دوست داشتن اونا هم این مسیر رو تجربه بکنن به اشتراک گذاشتم. فایلای قبلی توی به حساب گروپ چت گروهیمون هستش. اگر کسی جدیده بچه ها میتونین از طریق هایلایت ورکشاپ لینک گروه رو پیدا کنین و جوین بشین و تمرینات رو انجام بدین. البته دیگه ما الان تمرینات هفته سوم امروز میخوام به حساب بذارم که دیگه فاز تغییر میکنه یه جورایی. من یه بار دیگه هم این دوره رو ران میکنم، حالا نه همین الان چون که الان درگیر کانستراکشن خونه هستیم، ولی به محض اینکه دوباره یه کمی اوضاع مرتب باشه از لحاظ زمانی، حتما من یه دوره دیگه این ورکشاپ رو انجام میدم. اما در نظر داشته باشین که این اکشن پلن 30 روزه هم فقط برای اون نقطه‌ایه که شما رو میرسونه به شروع تغییر و یه ورکشاپ دیگه خواهم داشت برای لحظه‌ای که تصمیم میگیرین که دیگه حالا چی کار بکنیم و بعد از اون باید چی کار بکنیم. این ورکشاپ شماره 1 که ما رو از نقطه 0 میرسونه به نقطه 1، یعنی ما رو از این که اصلا هیچ آیدیایی نداریم که میخوایم چی کار کنیم و چه تغییری تو زندگیمون بدیم میرسونه به اون نقطه‌ای که خب حالا من میدونم میخوام چه تغییری تو زندگی بدم. هفته اول لانچ شده، هفته دوم لانچ شده، یه سری سوالات و تمرینات بوده که بچه ها انجام دادن و من دوباره تکرار میکنم بچه ها جواباتون رو باید حتما یه جایی ذخیره کرده باشین که بتونین مال این هفته رو انجام بدین. حالا میریم که تمرین هفته سوم رو بچه ها باهاتون به اشتراک بذارم. تمرین این هفته متفاوته. تمرین این هفتهمون فرق میکنه با تمرین هفته 1 و 2. هفته 1 و 2 یه سری سوالات بود که شما جواب دادین و من ازتون خواستم که اون سوالات رو عمیق بشین. دلیلش هم الان متوجه میشین. هفته سوم یک تمرینیه که اصلش ژاپنیه و من دیگه از سر این تمرین بود که یک جورایی یکم برام واضح شد که میخوام چه کاری انجام بدم. بچه ها ببینی این دفتر منه که مربوط به اون به حساب کی میشه سالش، الان دیگه یادم رفته خداییش. حالا تو همون سن بین 41 و اینا بودم که میدونستم میخوام یه تغییری بدم و هر روز توی این دفتر این تمرینات و اینا رو داشتم و انجام میدادم. به این صفحه که رسیدم وقتی داشتم براتون این ورکشاپ پلن میکردم تصمیم گرفتم که این تو فاز سوم باشه، چون که دیگه نوع فعالیت ها فرق میکنه. این یه خیلی جالبه، یه تمرین ژاپنی به اسم ایکیگای که میگه اگر تو بتونی ایکیگای خودتو پیدا بکنی یک جورایی میفهمی که تو زندگی مأموریت چیه و تو برای چه کاری خوبی و تو چه هدفی میتونی داشته باشی و از این صحبت ها. حالا چون که تمرکز من روی تغییر به حساب رشتم بود
یعنی تغییر شغل در واقع بگم، چون که من حالا خب مکانم و مهاجرت کردم، تازه تغییر داده بودم. بیشتر دوست داشتم که مثلا یک تغییری توی زندگی کاریم بدم که البته زندگی شخصی رو هم قطعا تحت تاثیر قرار میده. خلاصه این تمرین ژاپنی به اسم ایکیگای هستش که 4 تا دایره داره. من بهتون نشون بدم و من اینجا یه لحظه بهتون نشون بدم چیزی که براتون پلن کردم. میبینین 4 تا دایره داریم. حالا من این فایل رو بچه ها توی بذار ببینم اینو، البته اگه این ور کنم بهتره. آره من این فایل رو براتون توی گروه میذارم. خب ما ایکیگای رو که میخوایم انجام بدیم، آره خیلی خوشحالم که داری کتابش رو میخونی، ولی من اینو یه مقدار کاستومایز کردم مثلا طبق اون نیازی که اون موقع داشتم. خب اگر که کتابش رو بخونی که قطعا خیلی اطلاعات بهتری راجبش خواهی داشت. 4 تا دایره داریم. این دایره ها رو بچه ها من براتون آماده کشیدم و طبق تمریناتی که شما تو این 2 هفته جواب دادین شما رو یه مقدار نزدیک میکنه به این نکاتی که باید اینجا بنویسید. چیزی که دوست دارم، چیزی که دنیا نیاز داره، چیزی که پول ازش در میارم و چیزی که خوب انجام میدم و اینا رو میایم پر میکنیم. ولی بچه ها وقتی که دارین جواب میدین خیلی باید دقت کنین. برای همین ما 2 هفته اون تمرینات رو انجام دادیم، چون نمیخوایم جوابا سطحی باشه. من قسمت چیزی که دنیا نیاز دارم خیلی دوست دارم. مثلا تو باید بشینی قشنگ فکر کنی ببینی که واقعا تو چه نقشی میتونی توی دنیا داشته باشی، نه تنها فقط خودت و زندگی خودت. بعد خلاصه اینا رو که نوشتی تا حالا خب انجام دادیم توی این 2 هفته و شما فقط اینا رو منتقل میکنی. اون وسط یه نقطه مشترک دارن به اسم ایکیگای که بعد ما طبق این جوابایی که به این 4 تا مسئله دادیم هدفمون اینه که ایکیگایمون رو پیدا بکنیم. یعنی من چه کاریه که هم توش خوبم، هم دنیا بهش نیاز داره، هم خودم بهش علاقه دارم و همین که ازش پول در میارم. مثلا من شغل قبلیم تدریس زبان بود. اوکی؟ خب تدریس زبان آره قطعا دنیا بهش نیاز داره، اما 3 نکته دیگه داشت. یکی که مثلا you love، من چیزی که دوستشم واقعا چیزی نبود که بگم که آره من عاشقانه مثلا تدریس میکردم، نه. برای همین یه مقدار توی اون قضیه به حساب شک داشتم، برای همین این نمیرفت قرار بگیره اونجا. و بعد چیزی که ازش پول در میوردم، آره توی اون کتگوری چیزی که ازش پول در میوردم بود، ولی خب بازم نه در اون حدی که من مد نظرم بود. چیزی که خوب انجامش رو دادم، شواهد میگفتش که مثلا من مدرس خوبی بودم، چون که آوارد میگرفتم، جایزه میگرفتم، از طرف کالج همیشه مثلا منتخب میشدم و این صحبت ها. ولی خب اون 2 تا مسئله دیگه که مثلا چیزی که دوستش داشته باشم خیلی و چیزی که ازش پول در بیارم تا 100% رو پر نمیکرد. برای همین ایکیگای من نبود. اینجوری هم میتونین بفهمین که اگه کاری که دارین انجام میدین ایکیگای شما هست یا نه، شما رو به این قضیه نزدیک میکنه. من فقط براتون نمونه گفتم، فقط براتون مثال زدم، خودم براتون مثال زدم و بعد اومدم اینا رو جایگزین کردم با چیزی که فکر میکردم میتونم توش خوب باشم، خوب انجامش بدم و یا حتی پول بهتری ازش در بیارم. خب من همیشه، حالا اینجا هم شواهدش هست، من همیشه نقاشی میکردم. خب میدونستم که مثلا توی نقاشی خوبم، اما آیا پول خوب ازش در میوردم؟ نه. پس این میرفت کنار. باز اینم نمیمد توی ایکیگای قرار بگیره. ولی وقتی که دیپ داون شده بودم توی سوالای هفته اول و دوم، فهمیده بودم که من خلق کردن رو دوست دارم. برای همین اومدم ببینم که چه چیزایی، چه کارایی زیر شاخه این خلق کردن قرار میگیره که همین که من در خلق کردن خوبم و همین که میتونم ازش پول در بیارم. و همین طور شد که اینا همه مثل یک قیف نرو داون شد. تمام این اطلاعات رو شما فرض کنین میریزین توی یک قیف، تمام تمریناتی که توی هفته اول و دوم انجام دادین و این قیف باریکشون میکنه، اینا هی نرو داون میشن که به شما کمک میکنه تو تصمیم گیریتون.
بازم مثالایی که گفتم همه در مورد خودم بود، اصلا نمیخوام بهتون سمت و سو بدم، برای همین زیاد نمیتونم بگم تا زمانی که خودتون انجام بدین بچه ها. خلاصه اینم از این. اگر سوالی دارین بپرسین که دیگه بعد من ویدیو رو حتما میذارم توی یوتیوب و لینک رو میذارم توی گروه، این فایلم میذارم براتون. و همین دیگه گفتم بهتون از قبل که تمرین هفته سوم یه مقدار متفاوت خواهد بود، اینجوری بودش، و تمرین هفته چهارم که هفته آخره اونم دیگه خیلی متفاوته و اون دیگه دقیقاً ما رو نزدیک میکنه. اوکی بچه ها، اگر که سوالی ندارین دیگه بریم برای فرستادن فایل و اینکه شما شروع کنین انجام دادن و پر کردن. خب ببین از چه گفتم در مورد اینکه گفتی شغل نداشته باشین پول در نیاره، that's okay. ببین فکر بکن که از چه طریقی میتونی. اتفاقا تو هفته 3 هم سوال مشابه پرسیده بودین، گفتم که لازم نیست که حتما واقعی اینا رو انجام داده باشی. مثلا در چی خوبی؟ شاید تو فکر بکنی در یک مهارتی یا در یک شغلی خوب هستی ولی تا حالا انجامش ندادی، میتونی اونو بذاری. اگر که کاری که واقعا توش خوب هستی رو میدونی چیه اونو بذار. ولی بعضیا نمیدونن که تو چه کاری خوب هستن، برای همین اونا کاری که فکر میکنن درش خوب هستن رو باید بذارن. دقیقا این برمیگرده بچه ها به هفته اول، برای همین گفتم جواب باید عمیق باشه. آیا من از اول میدونستم که مثلا توی فیلد تکنولوژی خوبم، تو اینتراکشن دیزاین خوبم؟ نه، آف کورس که نمیدونستم. من اصلا با اینتراکشن دیزاین آشنا نبودم، ولی من میدونستم که نقاشی دوست دارم. اما اومدم اینو عمیق‌تر کردم و فهمیدم که من خلق کردن رو دوست دارم. خب برای همین من میگم که هفته اول رو باید عمیق انجام بدین بچه ها، چون که وقتی که تو میفهمی خلق کردن رو دوست داری، آپشنای جلوی پات خیلی بیشتر میشن. آیا من قبلا تکنولوژی رو تجربه کرده بودم توی این فیلد؟ نه، نکرده بودم. ولی وقتی که دیپ داون سوال پرسیدم و اینا رو نرو داون کردم و فهمیدم که اشتباهه که بگم من نقاشی رو دوست دارم، اشتباهه که بگم من تو نقاشی خوبم. من باید بگم من خلق کردن رو دوست دارم، من توی خلق کردن خوبم، چون که اون بود که به من کمک کرد که بتونم بفهمم مثلا رشته اینتراکشن دیزاین که به حساب یه سری تجربه های جدید رو برای کاربر خلق میکنه جزو رشته هایی هست که من دوست دارم. برای همین ببین که چقدر مهمه که شما اون سوالا رو چطور جواب بدین. خیلی خیلی مهمه. شیرین جان، آیا واقعا شرایط برامون باید مهم باشه؟ یعنی منظورتو متوجه نمیشم. دوست داریم اما شرایط انجامشون نداریم. اگه میخوای به من دایرکت بدین بچه ها که بیشتر راجبش صحبت کنیم، چون متوجه نمیشم که سوالتون چیه دقیقاً. ولی اگر که میگم مثال خودم رو گفتم، من اصلا وارد یه فیلدی شدم که هیچ آشنایی نسبت بهش نداشتم، اما اومده بودم ریشه یابی کرده بودم. چون اون ریشه رو پیدا کرده بودم، فهمیده بودم که من توی کارهایی که خلق کردن دارن خوبم و علاقه دارم. برای همین تونستم وارد یه فیلد جدیدی بشم که کاملا توش غریبه بودم ولی توش خوب بودم. امیدوارم منظورم رو تونسته باشم خوب بیان بکنم بچه ها. بازم هر کسی که سوال داره و متوجه نشد حتما توی دایرکت ها از من بپرسین، در اسرع وقت جواب میدم. خب بچه ها، برای اینکه ویدیو طولانی نشه من اینو قطع میکنم میذارم یوتیوب، لینک رو براتون تو گروه خودمون میذارم و تمرین هفته سومم برای شما میذارم. اوکی، در خودتون جستجو کنین. خواهش میکنم. سوالای خوبی دارین میپرسین، اگه اینا رو تو گروه هم بپرسید خوبه، اونجا هم ادامه میدیم. اوکی،
اوکی بچه ها، من برم ویدیو طولانی نشه، توی دایرکت ها ادامه میدیم. قربونتون، بای بای.